بسم الله الرحمن الرحیم. رسول اکرم صلی الله علیه و سلم گفت بهشت حرام است از برای کسی که فحش گوید. ابراهیم ابن میسره میگوید هر کسی که فحش گوید در قیامت بر صورت سگ خواهد شد. رسول الله صلی الله علیه و سلم گفت لعنت بر آن کس که پدر و مادر خود را دشنام دهد. گفتند که این گونه کند؟ گفت آنکه پدر و مادر کسی را دشنام دهد آن نیز پدر و مادر او را دشنام دهد. این خود سبب می شود که پدر و مادر او را دشنام می دهند. برادران عزیز، به قدر پدر و مادر یکدیگر برسید و از دشنام دادن پدر و مادر یکدیگر دست کشید. پدر و مادر را حرمت نمایید، زیرا بهشت زیر قدم مادران است. خداوند همه ما را از فحش گفتن، دشنام دادن در پناه خودش نگه دارد. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.